گفتی که با باخوری تنها میایم، دروغ گفتی. من در وعده هم میایستم. سلاحت را پایان کن جعفر. همه رفیقانم را برمیگردم. این با مصلحت خلل نبرساند. هر کاری که میخوای کردن گیر. میلش خوب شده است، اما از اینجا دور شوید. زودتر. کمیسر شاهی فرمان داد اکا. در حال به خفا گردید. تمام. اقرب یک به من گوش کنید و شما امر میدیم که در جای خودتان ایستید. اقرب دو اقرب یک. فرمان بازگشت را من دادم. فرمان میدیم که زودتر به جای خودتان برگردید. زودتر. آرام شد. با سلاح کامیاب نمیشوی، چون نفری هستی که برای این وطن جان فدایی کرده ای. آردن و مدال ها گرفته ای. اسیر گرفتن آدمان به تو نمیزیبد جعفر. مدال و آردن گرفتم چی شدم؟ انگیر آیا شکمم را سیر میکند؟ آیا با مادری بیمارم درمان میشود؟ من از مدال تو بیزارم. ارزش شرف و افتخار چه؟ اینش را باشه چین میکنی جعفر؟ من برای وطن معیوب شدم. حق دارم که انسان بر این زندگی کنم. جعفر، انسان بار زندگی کردن با سلاح حضوری نمی شود. وقتی که رفیق زخم برداشتم رو به خانه‌اش می بردم، با پای من پراندند. به این جایم و بعد با رفیقم 2 کیلومتر دیگر رفتیم. از آنجا با من تنها یک پای شل ماند و خلاص. این شرمندگی نیست جعفر، این شرف و افتخار است. باز کن. وقتی که آمدم همه به من چون به مسلوب می نگریستند. نه خانه ماند، نه به زن و فرزندم یگان خوبی رسید. سلاحت را پرتا برادر، سلاحت را پرتا. زودتر. التجا میکنم. التجا میکنم. فریب کردید. در پاش. خیر، آرام شو، آرام شو. آرام شو جعفر. سومان التجا میکنم چشمانتان را گشایید. سومان جانکم، به خود بیا. بیدار شو سومان، چشمانت را کشو. سومان جان، مرحمت. ما حل میکنیم. رادیب. سومان نفهمیدم که به این دختر چی شده باشد. حیاتش سنگین است. باری زندگی برایش وزنین است. باید زودتر او را به بیمارخانه ببریم. صالح با او مصلحت کرده حیات اسیران را به خطر گذاشتی. عملیات را با این گونه آدمان کاری آسان میپنداری. در مقابل غارتگران نمیخواهم که ضعیفی ظاهر کنی. شاهین، مذاکره کردن این نشانه ضعیفی نیست. عیناً مثل یک ساله گپ میزنی. گوش کن، این شخص درد دارد که عقلش را تیره کرده است، لیکن او را راضی کردن ممکن است. بار دیگر کوشش میکنم. عارف کشال نده، در آمده کار را تمام کنی. نه شاهین، منتظر میشویم. من بعد زنگ میزنم.
خدای مهربان با این دختر قوت بده. مادر جون، اپای سومن با ما کمکی زیاد کرد. من او رو دوست می‌دارم. غمگین نشو. به فکرم که اپای سومنت کمی خسته شده است. من کلان شدن نمیخواهم. میخواهم که کودک استم. چرا این خیلی میگویی دخترم؟ حیات کلان سالان مشکل. انا بینید اپای سومن رو هرگز درد و غمش تمام نمیشود. خدا شفا دهد. رحمت به آقای دختر. خانم سومن، سلامتیتون نه چندان خوب است. باید جراحی شود. جراحی؟ بله، اما یک مسئله مهمی دیگر رو باید دانید. بعد از جراحی احتمال بی فرزند ماندنتون زیاد می شود. خدایا، عارف. برادر، درباره شخصیت این آدم معلوماتی پورا حالا که فهمیدم این برادر بعد از تمام کردن خدمتی حربی قرضدار شده است و بعد پرداخت کردن نتوانست. پرداخت رو یک طرف ماند، خانه‌اش رو تجزیه کردن، تمام اشیای خانه‌اش رو گرفتن. مادرش باشد بیماری سکته دل است. با مادرش با نخوردید؟ خانه دوگانه‌اش رفته است. اگر جراحی نکنند حالش وزین می شود. خدمتی حربی، قرض بانک، خانه از دست رفته، بیماری مادر. ای برادر، جعفر بسیار جوانی به قوت بوده است. در عملیات‌های تعییناتی مخصوص اشتراک کرده است. یعنی او ما رو میشناسه. این گونه آدم رو به عملیات بردن خطر کلان دارد. بعد باز مصلحت میکنیم. تو مسئله مادر بیمارش رو حل کن. او رو با بیمارخانه برده معالجه کنم. زودتر باش. اکای صالح را نیز به اینجا بیار. خوب شده است. خدایا این وزنینی رو حتی کوه برداشتن نمیتواند. دختری بیچاره تنهاست. قوتش نمانده است. غم و اندوهش زیاد است. خدایا او رو تنها مگذار. مادر جون، اپای سومن صحت می شود؟ البته صحت می شود. او کمی بیمار شده است. من اپای سومنم را نگاه و بین میکنم. به خونه ما بیایم. شما، من و دادم اپای سومنم را نگاه و بین میکنیم. و علیکم السلام. عارف، من در خانه. چی؟ چی خیلی؟ مایلش لازم نیست، من خودم می آیم. عارف، تو در اونجا از پی کاری خودت شو آخر. من یک کار کرده می آیم. وقتی که اشاره کردم از اینجا می‌دراید و کار رو حل میکنه. کمیسر فهمیدم و کمیسر عارف به عملیات اجازه ندادند. آیا هر دوی شما از 3 نفری در درون بودن میترسید؟ همین خیل؟ با من فرقش نیست. خواهید من خودم تنها می‌درایم. به تابوت راست نزد الله میروم. این فرمان از کارلوس. اطاعت کمیسر. راگرد میروید. اکای جعفر، ما چی کار کردیم؟ آخر ما در تعینات مخصوص کار میکردیم. اکنون زیدی آنها بجنگیم. اگر ما رو فرزندان این وطن شمارند، پس یگان راهش را مییابند. اگر ما رو نیتی کشتن کنند، پس دیگر چاره نیست. اگر پول جراحی مادرم رو نگیرم، پس همه برابر من میروند. گوش میکنم. با سردار تعینات مخصوص آقای اکمل صحبت کردم. با تو سلام بود. سرکمیسر اکمل رو خوب میشناسم. دیدی تروریستان با هم جنگیده اید. ما از خود او کفیل تو شد.
گفت که جعفر بسیار خسته شده است، درد و غمش زیاد است. او یک فرزند فدایی وطن است. گفت که اشتباه نکند و زود سلاحش را پرتاید. اکنون دیر شد. تاکید کرد که ما را شرمنده نکند، به غضب نآورد، مرا مجبور نسازد که به نزد او آیم. میآید، لیکن او در شهر ایستاده نمیتواند. او را به اینجا آوردن خیلی مشکل است. حمله کرده می‌داریم. اول شیشه رو میشکنیم. تو در اینجا اسم مرا محافظت کن. نه بولتا، یک جای می‌داریم. پیش روی مرا نگیر برادر. بولتا، تو مجبور نشوی، نمیپرانیم. در درون اسیران میباشند. گوش کن برادر، من و تو همصف و همبراکیم. خدمت‌هایی که برای این وطن کرده ای کفالتت می‌شود. سلاح را پرتاب کن. با صمیمیت میگویم، قسم می‌خورم که بر ضد تو عملیات کردن نفرت انگیز است. اما اگر تو راضی نشوی، پس مجبور میشویم. میدانم در رفت عملیات نباید نامت را بگویی. تو نامت را به من نگفتی اکا؟ نامم عارف. گوش کن اکای عارف، چنانی که میبینم تو مرد هستی، اما درد من مادرم میباشد. برای من فرقش نیست. به خانه میمونم، در کوچه زندگی میکنم. میدانم جعفر، میدانم با مادرت در ارتباط هستی. مرا گوش کن. معامله رفیقانه میکنی، اما اگر به پای مادرم خاری خورد، شما رو زنده نمیمانم. با مادر من چیکار داری؟ جعفر، مادرت را برای معالجه به بیمارخانه میبریم. گم شوه. برای جراحی کردن همه رو آماده کردیم. مادر جون صحت میشوید، نگران نباشید. دخترم، خدا از شما راضی شود. پسرم جعفر در کجاست؟ آیا همه این را او هم کرد؟ به او گفته بود. من به او گفته بودم دولت البته کمک میکند. باور کن جعفر، خراجات های جراحی و معالجه از حساب دولت پرداخت میشوند. برای فریب کردن من سخنها را میگویی. با جراحت من نمک میپوشی. مادرم را استفاده کرده مرا بدم افتاده ای. میرویم بولتا. کمون بیش با تو شوخی میکنم، اما حلالت باد. حلالت باد. حلالت باد برادر. چی گپ شد؟ چی شد؟ اکای عارف، قریب بود که به تو باور میکردم. جزای فریبت را حتما میبینی. اینجا ترانگان ها میباشند، نه کارونان. حمله کنید به طرفیان ها، حمله کنید. حمله کنید. تو کی را به آنجا روان کردی؟ والتا و کارلوس به درون در آمدند. اشاره آنها را منتظری. این نابکار آخر خری بود که او را با باوری خود در آورده بودم. چرا خودسرانه این کار را کردی؟ بعد از 30 ثانیه کار حل می شود. آرام شو. دو فدایی بهترین را زیر خطر گذاشتی. دو کارمند فدایی را برای عملیات به درون بانک در آورده. جواب این کار کرده را میدهی. دقت! مادام که تیر از کمان جدا شد، دیگر چاره نماند. اقرب دو، اقرب سه. اقرب دو، اقرب سه. تو ببیا! هجوم! هجوم! این آدم این به هیچ خراب نمیشتن! ایستا! ایستا! مسئل دارد جواب ده. بلده! خوب استی! دیگه مانگی نکنی را به من ده.
عبدو تو رو اکای عارف بیام یا چی؟ ما را فریب کردید ما را با گپ گرفتن دو سربازتان با ما حمله کرد جعفر اشتباه شد گوش کن با من گوش کن مادرت در حقیقت در بیمارخانه است همش خوب میشود تو گمان میکنی که برای وطن خدمت کردم و حالا در اینجا یگان کس را نمیکشم اشتباه میکنی من چقدر جدی بودنم رو با شما نشان بدهم برو از اینجا براره و دیگر حجره برید دهانش را محکم کنید متاسفانه به قدام افتاده شما فکر ما را نکنه درآمد اسیران را نجات دهد همه کار را رسوا کردی دستگاه علاقه را گرفت اکای عارف گوش میکنم این را گیر اگر خواهی با سردارت الوداع بگو اکای عارف من با آرزویم رسیدم شهید میشوم راست نزد گذشتگانم میروم وصیتی من این که مرا به تابوت نگذاشته راست کفنم کنید رجب بولته رکلامه بی تابوتی تو رو میکنیم اکای بی تابوت بزنش خبر رسانید بس کن بیعقلی نکن با من گوش کن با تو انسانوار گپ بزنم قسم میخورم اگر به یگان کس ضرر رسد عارف آرام شو آنها را به غضب میآری عارف علاقه یک نفر شهید شد امیدوارم که آخرین میباشد رجب بولتا در درون بود بولتا و کارلوس در درونند اکا برادری محمود خود نزن خود نزن بگویم نجوم کردین نجوم داد نزن الا بکرم استاد من نشم بدیم نجوم از روی را میپرونم استاد رفتم روی خان زودتر باشید زودتر میدارم زودتر عارف این کار رو نکن چخل نکنم اگر چخل نکنم آخر بیویجدان رجب رو پرون بفهمید بولتر رو پرون نکن اسیران دیگر هم هستند باید آرام شوی عارف اکا میبخشید اما دیگر نمیخواهم که به یگان کسی دیگر ضرر رسد نمیخواهم رفتم من با تو نگفتم تو هیچ کس رو گوش نمیکنی خاموش شو زودتر رفیقان زودتر میدرویم عارف ایست من شما را نابود میکنم پیش درو ظریف نیست تیر میپرانند خدمتی حربی را خیلی خوب کرد جنگاوری خوب است اکنون چی کار میکنیم؟ با درون در آمده پناه میبریم راه دیگری نداریم عارف ظریف رجب مرد
قربان اشتباهی ما شد. حالا من به زنی او چی میگویم؟ ظریف آخر من به سردار چی میگویم؟ اکا طاقت کن قربانت شوم. آخر کارلوس هم در درون است. اسیران هم در درون است. قدم طاق میشم. شیطان وسوسه دارد که به درون درآ. قاتل اصلیش برآمده را نابود ساز. اکا ایش آروم شو جعفر، آروم شو. اگر به من ضرر برسد گرمگانهای درون را میکشم. چرا تو برادران ما رو میکشی کپتن؟ چرا؟ معرفی بی خودت شد. مرا به گپ گرفته آدمهایت را فرمان حمله دادی. من میدانم قول کارگران تعیینات مخصوص یک است. البته قولمان یک است. جعفر به من گفتن که تو در رفت عملیات معیوب شده ای، به پایت تیر خورده ای. بله. حالا باشد اسیان کرده اسیران را میکشی. اسیان نمیکنم. من در راه وطن این پایم را نیز فدا خواهم کرد. فهمیده؟ اما مادرم، یگان کس مادری من را صاحبی نکرد. آخر عارف به تو گفت که کارهای مادرت را تخ کردیم. بس کنید باز همان دروغگویی های پیشین. عارف به رفیقانت زنگ زن. حاضر. من عارف امیر. او را به بیمارخانه بردید. حل شده است اکا. من سردار صالح می باشم. تلفن رو به مادرش ده. مادر جان، خدا از تو راضی شود پسرم. بسیار هم رفیقانی دلیر و جسور داشتگی. بیمارخانه بسیار زیبا. این آدم بسیار مردی غمخوار و مهربان. پسرم التجا میکنم پیش از جراحی بیا تا تو را ببینم. مایلش مادر جان، میایم مادر. سخنهایت تاثیر بخشند. جعفر بس کن. اگر تسلیم شوم باز مرا از کار پیش میکنه چی؟ اگر باز مادری مرا غمگین کنه چی؟ تا صحت شدن مادرم من در کجا میایستم؟ جعفر من هم در رفت عملیات معیوب شدم. تو شکر کن که راه گشته میتوانی. من چندین کارد خوردم. لیکن اینها زخم نه، بلکه نشانه قهرمانی هستند. نشانه. تو از اینجا بیرم، من با تو کاری ندارم. حالا من به نزد تو میروم. بسیار راه گشته نمیتوانم. جعفر دست مرا تو میگیری. آدم جسد رفیقش را تنها نمیپرتاید. باوری دارم که به من کمک میکنی. اکا شد عارف. جعفر به ما باور میکند، ما با او باور میکنیم. به عملیات آماده ای. از چرخبال پایان می آیی. تو را میانی کوههای آسمان بوس گذاشته می روند. آن وقت وجود انسان در تنهایی فرا می گیرد که میانی آن کوه پشته گرگ و پلنگ یابایی عاجز میمانی. سپس به آسمان و به آفریده های خدا نظر کرده میگویی که چرا من تنها باشم، زیرا خداوند با من است. جان من در دست اوست پشت و پناه من. خدایا من رفیقان زیادم را در کوه بیابان گورانده آمدم. دنیا خود میدان حرب است دادرم.
اسفل السافلین، یعنی پسترین مکان، پلیدترین جای است اینجا. طوری که تو را از چرخبال پرتافتند، انا همان طور. این مکان است که تو را از بیشت به اینجا فرو نشاندند. یا از چرخبال به کوه پشت برای محاربه فرود آمده ای، یا از بیشت به دنیا بهری رسیدن به کمال انسانی. اکا من در این دنیا یگان کس ندارم. یگان کس مرا انسان نمیشمارد. مشو با مثل نفرانی که در وقت سختی زاری تولا میکنند و در وقت سیری اسیان و سرکشی. همه این در پیشانی ما ثبت شده است. با فکرم در وقت عسکر بودنت برای به خانه به نزد مادرت برگشتن دعا کرده یا نه دادرم؟ کردم اکا. به خانه به نزد مادر و برادران و رفیقانت برگشتی یا نه؟ برگشته آمدم اکا. یعنی خدا دعاهایت را قبول کرد، آرزو و هوست عملی گشت، یا اینکه نه جعفر؟ شد اکا. معلوم که آنچه خدا بر تو داد از آن نفرت کرده. از سبب یک دو کلفت ناچیز اسیان و سرکشی نموده آدمی که از زیر باران تیر و تفنگ با سری بلند گذشته آمده است، امروز برای یک کارت و یا قرض گرفته شیطان گشته است. همین طور اکا، زندگی را پیش بردن از دهشت جنگ در زمان خدمت حربی بودن مشکل تر است. شمشیر نفری که در راه حق می جنگد برنده تر است. در زندگی باشد از نفری با صبر و کارگر چنین است. سلامت باشید اکا. توبه کن، سراحت را گذار اکنون. میافتم دادرم، مرا دار، مرا دار. جعفر، اکنون برای تو جنگ ریسک حلال به دست آوردن است. فراخ گرداننده ریسک خداست. رحمت عارف، برای مرا به اینجا دعوت کردنت. کارلوس، رجب در کجاست؟ بولتا در کجاست؟ رجب در کجاست؟ کپتان در درو از دستی من یکان کرنه آمده که مرا به دام افتاندن. اکا پیش از من شربت شهادت را چشیدن از دهان سخنی خوبه برآمد. ای برادرم، اجورا من تو را بسیار ناراحت کردم. حقی تو در بالای من زیاد بود. کاش همه ها رو نابود میکردی. ای برادر، آخر من بیانگر چی میگویم؟ چی خیل میگویم؟ مردنت رو چی خیل میگویم؟ ای بولتا ای برادر رجب، تو نمون رجب. بولتا برادر بس کن، احساسات رو نگاه دار. چقدر شما را فریب کردم. مرا ترساندی، مرا بسیار ترساندی. چه کنه شوخی بود. برادری من، جانی من، من همین خلانا را فریب کردم. تو برادری جانی من هستی. رجب، حالا چی طور است؟ برادرم، قربانی خداونده که تو را باز به ما برگرداند. اعتراف کردی برادر، برای من شده بسیار سعی و کوشش کردی. همیشه مرا دل برداری کن. البته که تو را دل برداری میکنم، دل تو را شاد میکنم. برادری جانی من. برادر، بگیر این را.
خطا هم کرده باشی این مدال سزاوار توست. حق حلال خودت. اکای اوریف، در حقیقت مادرم رو جراحی میکنند. قبل تعیینات مخصوص مردانه است برادر. ادای وعده برای ما شرف است. زری برادر او را به تو میسپارم. مایلش اطاعت. وقتی که صدای تیرپرانی رو شنیدیم هممون گمانی بد کردیم. راست میگویی اکا. لبای سعادت چی؟ جراحی میکنند؟ نفهمیدم خودی حاضر میکنند. مایلش خیر. اکای صالح و خیر است. نهایت خوشامدتان را بستری کردید. عارف پیش از اینجا آمدنم سومن رو به بیمارخانه برده بودیم. چی؟ بیمارخانه؟ اکای صالح چی شد؟ با سومن چی شد اکای صالح؟ حاضر سعادت زنگ زد. سلامتیش اونقدر خوب نیست. سومن رو جراحی میکنند. آخر او یگان دردی نداشت. چی شده باشد؟ نمیدونم. در خانه ناگهان بیهوش شد. سلامتیش بد است. به جراحی آماده شوید. چوب شده است آقای دکتر. آقای دکتر یک لحظه. وقت بسیار تنگ است. او در حالت وزنین است. هر حادثه شدنش ممکن. غیر از جراحی راهی دیگر نیست. متاسفانه نیست. بیمار را زودتر برای جراحی آماده کنید. لطفاً زودتر شوید. تو همیشه از آن منی سومن. برات تنها مگذار. برادری جانیم. جورا جانا. برای من شد جانت را پیدا کردی ها؟ ای نه برادر. مرا مرده گمان کرده بسیار گریه کردی. جورا این خیلی نبود. اشکی چشم من از دود بمب بود. برای تو گیره نکردم. دروغ را میدانی چی؟ تو بهترین رفیق منی. تو هم بسیار رفیقی دوست داشته ای من نباشی برادر. یعنی چه؟ زیبا میخیل نه؟ مادر جان بسیار زیبا می نماید. سمبوسه با دستانی خودم پختم. ای تماما به حال می نمایی. گیر از سمبوسه های خاله حنیفه بخور. با مزه این را برای پسرم تیار کردم. با یگون کس نگوی. پسرم در تعییناتی مخصوص می باشد. شب روز آنجاست. پیش روی آدمای بد رو میگیرد. نام پسری تو جمیل؟ ها؟ تو از کجا میدانی؟ برای یک نشان است. نشانه کلان. ای آدم مبارک، تو در اینجا نشسته از همه چی با خبری؟ از کجا میدانی به خدا؟ در حقیقت خواستگاری میروم. نه، نشانه او دیگر است. رتبه دارد. رتبه دارد؟
کمیسر میشود. بلندتر بلندتر. سر کمیسر. باز بلندتر. مدیر میشود جمیلی من. خیر مادر جان، سمبوسهت بلازد، دستهایت درد رو نبیند. پسرت نشانش رو گرفت، مرا یاد کن. سلامت باشی. این ما رزق خود را گرفتیم، گرسنه را خوراندی. عملی نیکی تو برای ما کافی مادر جان. سومان 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 عارف خیریت که اومدی؟ میخواهند او رو جراحی بکنند. چی شد؟ دکترها چی میگویند؟ خبری خوش نیست. چی شد اپای سعادت گپ زن؟ او حیات من است. او نور چشمان من است. سومان بیماری سرطانی سر می باشد. باید جراحی شود عارف. همش به خاطر ما شد. ما او را به این بیماری گرفتار کردیم. ما این کار را کردیم. خداوندا تو او را از دست ما نگیر. اکا جون، من همیشه دعا میکنم انشاءالله اپای سومنم صحت میشود. اگر به او یگان حادثه رخ دهد پس من چیکار میکنم؟ مادر جون زحمت کشیدید. با دستانی خودم تیار کردم. اینجا خانه شیر بچه ها بوده است. زیبا بوده است، بسیار زیبا. تشکر مادر جون. در راه با یک آدمی بیچاره واخوردم. به او هم یک چند سمبوسه دادم. اوه نصیبه‌اش بوده است. میدونی چی؟ اون شخص نامی تو رو گفت. خدای توبه. ها؟ حیران شدم. برای جمیل نشانه هست گفت. عجیب روزی خواستگاری رفتنمون این سخن‌ها رو گفت. با خدا مردی مبارک بوده است. من هم همین خیل گفتم که خواستگاری میرویم. گفت که نشانه او بزرگتر میباشد، رتبه میگیرد. چی شد پسرم؟ الحمدلله. رفتیم سمبوسه ها خلوق بشد. رفتیم باید با اتاق جراحی بریم. حیات من، نوری چشمان من، تو را بسیار یاد کردم. همش عیب من شد. تو را احتیاط نکردم. دلم بیقرار شد. خزان شدم. اگر صدای ما را میشنوی یک دفعه چشمت را باز کن. مرا تنها گذاشته نرو. چشمهایت را برای من باز کن سومان. باز کن سومان. عارف، آیا اجازت میدی به چشمان تو یک بار دیگر نظر کنم؟ ایستا نخیز. همش برای سلامتی تو سومان جان. چی شد؟ مرا به کجا میبرد؟ تو را جراحی میکنند. چه خیل جراحی؟ من جراحی شدن نمیخواهم. سومان التجا میکنم. آرام شو. التجا میکنم. آیا تو را دیگر دیدن نمیتوانم؟ همکارانم را، خانه‌ام را، شما را. این طور نگوی. تو
نوری چشمان من جراحی شدن نمیخوام. التجا میکنم. نمیخوام. ایستا سومن چیکار میکنی؟ سومن ایستا. اپای سعادت التجا میکنم شما گپ زنید. سومن جیانی من دکتر گفت که این جراحی مهم است. میفهمی؟ سومن امروز روز جراحی کردن نیست. امروز روزی نیست که با شما الوداع کنم. عارف من آماده نیستم. التجا میکنم. مایلش خوب شده است. من با دکتر مصلحت میکنم. آیا من برای شرمنده شدن زنده ماندم ها؟ برادر یک مرتبه دیگر بازی میکنیم. تو رو برگردان. گیر مهارتت را نشان ده. ظریف این برد برای تو. زودتر زودتر. بسیار خوب. اینش هم خوب. را فریب داده ایستاده. از اینجا اگر سر بزنم. نه از اینجا. ضربه زدنی باشه زدن گیر. چه اینقدر فکر میکنی؟ بولتا زنی تو سیلاه گرفته به اینجا میآید. در کجا؟ ای سکر میگی اینجا بیا. ای نامکار اینجا بیا. من تو نشون میدم. بیا یک مرتبه دیگر بازی کنیم. بیا این حال رو بینید؟ نه دیدی نوادوری همین خیل است. اگر با یکم وظیفه یا کار جیغ زنم هم از پای وظیفه میشه. میفهمم. سرطان مایله سر تا رفت انکشاف یافتن میگیرد و دیگر شانسی زنده ماندن نمیماند. میدونید من از مرگ نمیترسم. میترسم که از رفیقانم جدا میشوم. تنها همین آقای دکتر. بله اما چی دکتر؟ خانم سومن میدونید که آقای دکتر همش رو میدونم. آیا شما میدونید که برای یک جوان دختر بی فرزند بودن چی معنی دارد؟ فهمو. یعنی تو برای همین جراحی شدن نمیخواهی. اما سلامتیت چی میشه؟ من همیشه خیال میکردم که خاندار شده صاحبی فرزند بشوم عارف. برای من مادر شدن از پالیس شدن مهمتر است عارف. اگر جراحی نشوی به این آرمان هایت نمیرسی. همش از نصیب. البته نصیب است. لیکن میدونم که فرصتی مادر شدن را از دست میدهم. من راضی نیستم که جراحی شوم. راستی گپ خودتون میدونید. من طرفداری جراحی کردن شما میباشم. رحمت آقای دکتر. شاید بدتر. این رو باز میگویم. خیلی سوری است نمیشود. دوبی من بود آخیر. بچه یعنی یک جایا. برادران مادرم اومدند. با دستانی مبارکشان برای ما سمبوسه پختند. خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدید. خوش باشی پسرم. مادر خوش آمده. خوش باشی. این چی نمودی؟ سمبوسه است مادر جان. سمبوسه بولازد. میشود و مادر جان این نست چطور میشود؟ از اسمالق. آیا در داخلش کمی پنیر هست؟ البته. این رو بینید. من حاضر این رو با علف ملفش میخورم. ای بس که نادیدگی نکن بولتا. جورا ایستا. بولتا برای ما هم پسرم اگر میدونستم که اینقدر دوست میداره دود طبق میبود. مادر جان. انشالله که خبری خوش است. میدونید باری دیگر میسنجد. اگر جراحی شود شاید از مادر شدن محروم گردد.
به جان زیبای من مادری خوب میشوند و این که از یگان ضرر نمیرسد. گفتند که جراحی میشوید، برای تو جزدان آماده کردم. من گیرم اپا. رحمت به شما. ما هم نیتی رفتن را داشتیم. خوب نباشد ما میرویم. صالح در خانه تنها میباشد. تشکر زیاد اپا جان، خیلی زحمت کشیدید. چه خیلی زحمت جانکی من. خداوند به شما شفا دهد. میرویم. با خدا قسم تعیناتی مخصوص در حیاتش این گونه سمبوسه بولازات رو ندیده است مادر جان. مرحمت آقای سردار. قریب که همه یکدیگرشان رو میخوردن. مادر جان شما همیشه برای ما سمبوسه میارید، دیگر از ما گریخته نمیتوانید. این خیلی نگویید. خداوند شما رو از ما دور نکند. مادر جان چای های من بسیار بولازت میباشند. اول من این چای رو 13.5 دقیقه در بخار میگذارم و بعد این چای رو من برده عذر میخوام آقای سردار. رحمت آقای سردار. جمیل که اینجاست. آقای سردار از شما یک خواهش دارم. خوب ما پگاه نصیب باشد برای جمیل خواستگاری میرویم. اوه همین خیر. مبارک شود جمیل. خداوند عاقبتش را به خیر گرداند. تشکر آقای سردار. تشکر. اما همراه من کسی نیست. یعنی من تنها خودم خواستگاری میروم. گفتنیم که چه گویم خدا. خانم حنیفه خودش چی گفت؟ یگان کس نیست. اما برای چی میباشه؟ گل دسته گرفته، شیرینی گرفته، همه یک جایه به خواستگاری میرویم. راست میگوید آقای سردار. پسرم آخر ما تنها برای عملیات نمیرویم. ما با گل دسته رفته خواستی خودمون رو میگیریم انشاءالله. خدا را شکر. سلامت باشه. سلامت باشه. من تو را زود به خانه میبرم. رحمت. این چیست؟ لیل سپید برای کودک همسایه گرفتم. پسری همسایه؟ بله. آن همسایه که برای تو خوراک آورده بود؟ نه آن را هم تو آورده بود. آخر دوست همان دوست با خانه آنها دوست در آمده بود. وقتی که دوست در آمد ببینم که به هیجان و لرزه آمدی عارف. نه جانکم چه خیلی لرزه. کاری عادی نبود. آخر یک کودک بود. باز کودک بی پدر. من برای دل کودک را شاد کردن این کار را کردم. فقط برای کودک؟ تو سومن پدر ندارد. تو باشی وظیفه پدری را اجرا کرده مادرش را صاحبه میکنی. گوش کن سومن. آخر حالا وقتی این خیلی گپ ها نیست سومن جان. خیر. سومن شد. یک دقیقه سومن گوش کن. خداوندا در سر این دختر هر گونه فکرهای بد می آید. آخر من چی کار کردم؟ من چی کردم که دل نازک آزار گرفت؟ اوی برابی. سلام علیکم. سلام عارف. برادر گل گرفته ای؟ شنیدم که سومن در بیمارخانه است. بس زیارتش آمدم. سومن از بیمارخانه برآمد. برادر این چه گل است؟ این ارکیده است. تو این را نمیفهمی. نابکار بودنت را ندانند. فکر میکنن که تو باغبان هستی. از کارهای بیهوده‌ای که تو میکنی این کار خوبتر است. الله همراه تو به سیر و گشت میرویم. من از نزدیک کی و چی بودنی تو را دانستن میخواهم برادر. به هیچ کجا نمیروم. نه میروی. التجا میکنم. بیا رفته مادامه که زاره میکنی کشتم. وقتی که تنها بودی در اینجا غذا نمیخوردی؟ سعادت چند روز شد که از بیرون خوراک فرمایش میدیم. صالح حاضر من برای تو خوراکی با لذت میپزم. دستت در نکند. نازیه بین کی زنگ میزند؟ حاضر میبینم دادا جون.
خوش آمدید بیبی خوش جون. باشی دخترم. این بالا نمیآیم میگفت کو مادرت آمده تشکر است خوبه. بسیار خوب. حاضر باز داد و فیغان را سر میکند تشکر. سلامت باش. تو گفتنی که او را من کشتم. در حقیقت فهمیدی؟ تو را میکشم گفتنی. نه میخواهم که چهره شخصی به قدر رسانده‌ات را خوبتر نگاه کنی. این آدم را من نکشتم. تو کارمند تعینات مخصوص هستی. نمیدانم که چه درد داری، اما فراموش نکن سوگند خورده ای که تنها در مقابل بدی ها و برای تینجی و آرامی جامعه سلاح استفاده میبری. برای سبق تشکر. من وظیفه‌ام را میدانم. حالا باشد میخواهم به چهره این مرده با دقت نگاه کنی. اگر در وجودت یک ذره وجدان مانده باشد به همه‌اش قایل شو. وقتی که این آدم مرد در آنجا بودم. اعتراف میکنم. اما من او را نپراندم. تو چرا اینقدر آرام سخن میکنی؟ مگر از نتیجه کافتوکوف ها بیخبری؟ این چیست؟ این نتیجه کافتوکوف ها. این سلاح را از یک کلبچه جای حادثه پیدا کردم. تو را با سلاح خودت نه بلکه با سلاح دیگر پراندی. نه، من اگر پراندم میخواستم با یاراق خودم میپراندم. البته تو بر این خائن نابکار نقشه این کارها را کیها کشیده ای؟ باز به تو میگویم که من او را نکشتم. او از برای تو شده مرد. چی میخواهی که گناهت را به گردن من بار کنی؟ اگر تو او را نپرانده باشی پس در آنجا چیکار میکردی؟ تو را نظارت میکردم. مرا؟ برای چی؟ عارف، من تو را همیشه نظارت میکنم. اما تو این را نودق کرده. امروز خوش آمدم سر حال است. باز چشم نکنی. چهرهش کشوده است. من هم در حیرت موندم. آیا پیش از آمدنش به سر او یگان سنگ نافتاده باشد؟ بیا در پرسیتر بازی کنیم. اما سخنهایت مرا قانع نکرد. این مشکلات توست. شاهین، فرض کردم که تو او را نپراندی. بله، حالا در دستم دلیل قاطع هم نیست. اما چرا در آنجا بودی؟ چرا مرا نظارت نکردی؟
با تو میگویم چرا؟ عارف امیر تولد 1985 جای تولد نامعلوم وقتی که 30 ماه بودی تو را از باغچه یتیم خانه یافتند یکی از شبهای ماه می صنف ابتدایی را در مکتب کامل سیار خواندی و بعد 4 سال در کالج پلیس اعلی ختم کرده و اکادمی داخل شدی 16 سپتامبر سال 2002 آغاز روزی خانیش با زینب نام دختر نیت ازدواج کردن را داشتی در اکادمی وا خوردی اما نشد آیلش این را نخواست از این رو زینب رد نمود سالهای خانیش در اکادمی خوب بود تو با مجاهد از ایرچندی در یک اتاق زندگی میکردید مجاهد بچه بسیار زیرک و او خیلی مهربان بود هر وقتی که مشکلات پیدا میشد او با تو کمک میکرد بعداً یاردمچی کمیسر شده با رازگی خودت و تعیینات مخصوص گذاشتی و بعد به خارجه رفته در سومالی افغانستان خاور میانه بالاخره در استانبول با شاهین در یک مقامات کار را شروع کردی حکایه عجیب همیشه در سری تو بودم مثل سایه ای تو بودم در آینده نیز همیشه تو را نظارت میکنم من قاتل نیستم در حقیقت با لذت شده است کی باز این خیل خوراکی با مزه را نخورده بودم نوشی جانتان مادر خانه به من معقول دروغ نمیگویم دستت درد را نبیند صالح پسرم سلامت باشید خانم گلرو راست گپ پرسیدن عیب نیست اما با شما چی شده است آقای صالح خودت میخواستی مرا همین خیل بینی آه خدایا 1001 بار شکر کاش همیشه همین خیل شود یعنی حرکت های شما تغییر یافته است این مرا به حیرت بیارد بیبی جان حتی من به شما حیران شدم آخر شما عائله من هستید سعادت گوش کن دخترم این هدیه بیبی کلانت تو این رو در خاطر داری دخترم اوه البته یاد دارم این بسیار چیزی قیمت بهاست این تحفه از من به شما به خاطر خانه نوتان تشکر مادر ایست برای این یگان جای خوب یافتن لازم انا حاضر انا در اینجا نه 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 با خدا اینجا بهتر است میگویند که از بلا نگاه میدارد انشالله
درونش را با خون کوچه پرک نزدیک مولیدم. بعد با روغن خوک درونش را پر کردم. وقتی که روغن خود به خود آب شدن گرفت، جادو نیز تاثیر خود را به اون مکان میرساند. نمیخواهم که بین زن و شوهر دخالت کنم، اما دیگر چاره ندارم. باور کنید دستت درد را نبیند. برکت یابی انشالله. با خدا بسیار زیبا شده است. تشکر مادر جان. تشکر مادر جان، تشکر. تشکر مادر. خدا از چشم بد نگاه دارد. آمین. سلیم انا بین. دیدی برایت چی آوردم؟ این برای من؟ بله انا بین، این به خرید تو تماما موافق است. یک همکاری دیوانه داریم. سبت درا که سوار شدم یک دو جایش رو خراب شده است. من این را خودم تعمیر میکنم. خوش ریچه کوراسیست. کوراسی یک رسمت را گیرم. آفرین آفرین آفرین. سلام خانم عایشه. برای سلیم یک بلی سفید تحفه گرفتم. چرا این خیل کردی؟ لازم نبود. ما با همکارانمان مصلحت کردیم. همگی مصلحت کرده خریدیم. آخر من رو شرمنده میکنید. اکا جان من را بسیار خرسند کرده. تشکر به شما اکا جان. سلیم همسایه من است. اگر او ولی سفید خواهد باید خواهش او را با جا بیاریم. همین خیلی نی؟ کو سوار شم؟ کو بچه جان سوار شم؟ آهسته احتیاط کردم. آفرین آفرین. کو آفرین. رفیقان، سبب شما را عاجلا جیغ زدنم در این است که یک سردار گروه قاچاقچی دردی سر جوان دختران شده است. این گروه جنایتی خصوصا دخترهایی که از دیه و ناحیه های دوردستی وطنمان می آیند آنها را زیر هدف قرار دادند و جوان دخترها پول و مال وعده داده به آنها مواد مخدر می دهند. وقتی که این جوان دختران با مخدرات عادت می کنند دیگر غلام این گروه می شوند و بعداً متاسفانه آنها را به کارهای بد اخلاقی فاحشگی روانه می سازند. باور دارم که پدر و مادران از این بیخبرند. حتما این گروهی که جوان دختران ما را با راهی بد اخلاقانه می برند یگان سردار دارد. مکانی آنها را یافتیم. باید رفته آنها را زودتر دستگیر کنیم. زیبا سلام های ما را در یگان جای نمی یابی. در بازار این شهر دیگر نمی شود. اگر در خارج کارو سر کنیم 15 مرتبه پول زیادتر می یابیم. باید این تکلیف تو را فکر کنم، اما به خارج بردن آنها خرجات زیاد دارد. جانکم با شما کار یافتیم. آیا من گفتم که رفته زبان آموزید؟ اما با رازگی خودش می رود. 60 فایز می گیرم. این فایز به من آنقدر معقول نشد. با شما تنها 20 فایز داده می توانم. خوب فکر کن. تمام خزینه های این مملکت را با شما پیشکش می کنم. پیش خدمت. مرحمت. چند پول شد برادر؟ امشب شما مهمان من. چی؟ پولش را داده ای؟ تو خیزه جایت. خیزه جایت. بخفا گرد. زودتر. بچه ها زودتر گرفته برید. جمیل بیا.
اومدم اکا. میبینم که برای اینقدر قدردانی میکنه. مادامی که اینقدر اصرار میکنه میروم. زودتر شما هم حجتهایتان را نشان دهید. شناسنامه ندارم. چی خیلی ندارید؟ چند ساله ای؟ 18 ساله. پدر و مادرت در کجاست؟ آنها اینجا نیستند. البته اینجا نیستند عارف. پدر و مادر اینها در دیه‌های خود گمان میکنند که فرزندهایشان میخوانند. شب و روز ننگ و ناموس کرده با آنها پول روان میکنند که فرزندهایشان بخوانند. اما اینها را بینید. وای بر شما بر این جوانها. ظریف احوال این جوان دختران را بین و دام چه خیل به شرف افتادند. حیف شما چه خیل رفیقان بد را انتخاب کردید. شما با جنایتکاران همراه شده اید. عیب و شرم را نمیدانید. آیا پدر و مادر شما شبیان را با این حال بینند احوال آنها چی میشود؟ باری هست این را فکر کردید؟ یکان بار فکر کردید؟ لیکن ریشه این حرامی ها را یافته پاره پاره میکنم. رفته برای زنده ماندن یک حیوان نوزاد راه گشتن لازم. برای راه گشتن مثل انسان ها چندین هفته و ماه منتظر نشده در حال بعد از تولد شدن با امر الهی از سایم رو بیار دخترم. زندگی کردن در قید حیات ماندن باید بسیار کوشش کند. حیات از انسان سعی و کوشش و غیرت طلب می کند. این است قانون زندگی. مرحمت دادا جون. اگر به من کمک کنی برای این عصاها را استفاده بردن هر روز مشق میکنم دخترم. البته میکنم دادا جون. وظیفه خانگیم را اجرا کرده به شما کمک میکنم. آخه وقتی من کودک بودم شما همیشه دستی من رو میداشتید. اگر میرسیدم من رو میبرداشتید. همیشه با من بودید. اکنون من به شما کمک میکنم دادا جون. چنون میبینید ما همین گونه عائله هستیم. همیشه یکدیگر را حمایت میکنیم. بسیار خوب ماشاءالله. تشکر زیاد. با او اهمیت ندید. او قهوه ترکی را بسیار ندید. تو قهوه رو چه تیار میکنی؟ یگان روز می نوشی و بعد خودت میبینی. اگر یگان روز از وقتی تو قهوه نوشیدن نصیبمون گردد انشاءالله می نوشی. شما هم از تعینات مخصوص هستید؟ بله. اگر ظاهرا نمایان نباشیم هم من هم 2 ماه قبل در این صندلی نبودم. با خیر است؟ چه خیر شد؟ در وقت عملیات. همین خیر. خداوند شفا دهد. آقای یعقوب، چنانه که میدانید در حیات حادثه های خطرناک بسیار می باشند. البته وظیفه ما آسان نیست. شاید شما رو به فکر و اندیشه آورد. البته آدم رو به فکر و اندیشه. اما برادر ما چلی که شما نیز میدانید برای کاری خیر اینجا آمدیم. بخیر است. سلامت باشه. ببخشید. عذر میخواهم. باید جواب دهم. عذر بسیار. لبای. میفهمم. البته خودی هست. خوب شده است. میل است.
برادرها به خدا وقتی که آقای سردار گفت که به خواست خداوند و قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم من گمان کردم که وای بر حال ما. راست میگه دکه. بیا همون لحظه دست و پای من بریده شد. بازگشت به ما نگاهی عجیبی کرد. سلامت باشه. مرد همان شخصی است که به ناموس و به عهد و وفا باشد. وطن به این نفران امانت است. من در او خانه و دخترم را با او دادم. زنده باشی آمده شب تو انشاءالله بخیر است. مادر جون سلامت باش. مادر جون شب خداوند عاقبتش رو نگه. اکا همین که نگاه کرد من گمان کردم که باز یکون سخنی ناجا میزند. اکنون تو برای معرکه توی دو میکنی. بابای گفتم که خوزگاری میرویم. گفت که این کار بزرگتر است. رتبه دارد. پسران چی شد؟ الحمدلله. زودتر رو گفتم بزرگ کنید بشم رو. درست میگه. فاتحه میشود. احتمال از این راه میگذارند. در اون شهر 3 آدم میباشد. اما اگر از این راه برایند پیش روی آنها رو گرفتن میتوانیم. زنده یا مرده اکا؟ اگر زنده گرفته توانیم میگیریم. اگر نشود نعمت را میکشیم. دیگر یکم چاره نیست. یک خبری ناخوش دارم. نعمت را تعیناتی مخصوص محافظت میکرده. چه؟ تعیناتی مخصوص؟ اینش باز از کجا برآمد؟ امنیت میداند که نعمت انسانی لازمه میباشد. یعنی گپ زن چی باید کنیم؟ جوانی ایلوه که بیاید. چه کنیم؟ مدد سکوتها را جستنیم. خوب شد از فهمیدم اکا. اکا من یک چیز را نفهمیدم. چرا محافظت این گونه لعنتی ها را به عهده ما میگذارد؟ چی شد؟ تعبت خیره شد؟ البته اکا. این وزیر نه تنها تجارت مواد مخدر میکند بلکه به فروش دختران نیز مشغول است. کاری غیر قانونی نمیکنیم برادر. دخترهایمون میآیند کار کردن میخواهند. ما باشیم با آنها کمک میکنیم. یعنی مثل شغل اهالی کار میکنیم. من این نوبکار یک لگت آرام بس کن بالتن. آرام شو. صحت و سلامت او را برسانه. محکمه با او چیکار کردنش را در میداند. مقابل این گونه رذیل ها باید هوشیار باشیم برادرها. بعد میفهمند که تقدیر فرزندها را به دست کی میدهند. از جنایتکاری و حرامی ها باید حذر کنند. باوری کس نمیآید که دست به عملهای زیست داده است. از این ترپل سر کرده تا دیگر باید. درختی که میوه میدهد سنگ میزنند. من صاحب کاری موفق میباشم. خدای توبه. صاحب کاری موفق. ظریف مادامی که نابکار مدتی دراز در کفتکاب است و وقتی گذشتن از فرودگاه به عهده ما است، ما باید با دقت باشیم. نباید کار را خراب کنیم. خب من زود با طریق نوار حالت راه را میبینم. چه نگاه میکنه؟ بسیار زیبا میباشد. اگر با من کار کنی 30 مراتب زیادتر پول کار میکنی. علاوه بر این من خودم ظریف همان بند را با من ده. مرحمت. جمیل تو این را گیر. در دستی تو ایسته. خوب شده است اقرب یک مرکز گپ میزنم. اینجا بیا. تو دهانت را شوشا میگویم. تو دهانت را تو شابده. اکنون حاضر بیره.
گیره کجا شیرین چقدر زیبا شده ای اکنون یک تیرها را به دهانش خالی میکنیم به خدا نمایشی بهتری میشود به خدا بسیار کاری خوب میکنیم ما به دهان شیطان قرنفوری تیز نیم بلکه تیر میپرانیم برادر آدم شو آدم برآمدم منتظر جهاز نظارتی می باشم فهمو جهاز نظارتی را جایگیر کردم من در اینجا میکشم ما از آنها دوریم نه سر کنیم مایلاش تو از سیکوان نیز خبر دید از دو طرف هجوم کنند فهمو ما باور کرده این شخصیت های مهم را به عهده ما میگیرد. مرا برای این کار غضبم میآید. کمیسر آخر اون خودش کیست؟ چرا ما او را محافظت میکنیم؟ کارلوس آیا تو گروه‌های امنیت را از کارمندان استخبارات خوبتر میدانی؟ راستی که آقای کمیسر من هم نفهمیدم اصلا ما باید این آدم را پاره کنیم رفیقان این آدم سردار یک مافیای بین المللی عاید به قاچاق مواد مخدر و فروش دختران میباشد اگر این رذیل اخراج شود پس ما چندین مکانهای این گونه قباحت را نابود میکنیم این گونه شخصیت به دست امنیت افتاد قوه‌های شهر میخواهند او را خاموش کنند البته برای آنه که تمام فعالیت مافیا را میداند و ما زنده او لازم است نه مرده‌اش برای همین این کار به عهده ما افتاده است رفیقان کار را جدی شمارید و هوشیارتر باشید عذر میخواهم اکا من نفهمیدم بسیار خوب بسیار خوب اکا وضعیت چخیر است در پیش ماشین نیست راه گشوده است ما آماده ایم و دستگاه آماده اند از دیگر طرف چرخ میزنیم نباشد زودتر شو آغاز میکنیم زودتر آماده شو اکا میگذارم گذشتنگیر نگاه کن داری این ماشین خیلی با سرعت میرود اتوبوس ماشین پلیس را ناراحت میکنه و کمی او را دیده برایم نه جان یک وقت ما نیست هر وقتی که فرصت شد بعد دیده میبرم رفیقان آماده باشید من گفتم که اونها برای گرفتن این نابکار آمدن چیکار میکنیم باری؟ جمیل برادر این آدم بر تو امانت این نابکار معلومات‌های مهم رو میداند تو در ماشینی تو را برابر جانت محافظت کن اطاعت کن ایستد برایند هدف ما معلوم است نظامیان به اتوبوس حمله کنید از ماشین برایند پیش را خالی کنید زودتر کنی تو اینجا خواب رو
یگان مراتب این گونه امانتی افلاس نگرفته بودم. آریف چیکار میکنیم؟ حمله میکنیم؟ این نابکاران از پیما شدن، پیش راه ما را بریدن. اکنون باشد منتظر. رقم نقلیات را پرسان کردم، بر قید نبوده است. یاری ایراقی درخواست کنم؟ نه، در بین شهر جنگ و جدا شود خوب نمیشود. نمیخوام که به من برای یک نابکار را محافظت کردن یاری ایراقی طلب کرد گویم. نمیخواهم با کارهای دخالت کنم، اما در داخل اتوبوس با چی روبرو شدنمون را نمیدانیم. آریف، تو با ایراقی طلب کن. زود باش. نه، حالا نه. آنها از موقع برآمدن ما را انتظارند. ما هم منتظر بشویم. این نابکار هوشیار بود است. به طرف ما حمله نمیکنند. یاری ایلاوگی درخواست کرده باشم. باید سوسر عملیات را آغاز کنیم. وقتی زیاد رو گفتن بر ضرر ما. پرانت گروه دقت! با سیپرها با پیش حرکت بکنیم. دارید زودتر مدافعت کنید. تو دارید نشدنید چی را کرد؟ گویا در نتیجه مسابقه این مسابقه زمانی بود. رفیقان از پهلویمون حمله میکنند. احتیاط کنید. از این طرف خود را احتیاط کنید. آریف چیکار میکنیم؟ از چه طرف ما رو احاطه کردن؟ رفیقان تا آمدن یاری ایلاوگی باید که این حمله مقاومت کنیم. تیر پاران کردن ما کوشش بیهوده است. پرانید. در نصیبمون توی باشد توی، رتبه باشد رتبه، الحمدلله. جمیل! Soon.